یکی از با شکوه ترین تختای پادشاهی که توی ایرانه تخت خورشید یا تخت طاووسه. این تخت طاووس اون تخت طاووسی نیستش که نادرشاه از هند آورده بود. اون تخت طاووس بعد از مرگ نادرشاه یا همزمان با مرگ نادرشاه از بین رفته. تخت خورشید به دستور فتحعلی شاه و توسط هنرمندان اصفهانی ساخته شده. مستطیلی شکل، از چوب ساخته شده، روکش ضخیم طلا داره و از 4527 قطعه جواهر تزیین شده و یه قاب آینه شکل گرد روی تاج این تخته که وقتی کوکش میکردن میچرخیده. به خاطر همین بهش میگفتن تخت خورشید. تا زمانی که فتحعلی شاه با 42مین همسر خودش طاووس الدوله ازدواج میکنه و چون شب زفاف رضایت بخشی رو روی این تخت داشته، اسمشو میذاره تخت طاووس و در حال حاضر در موزه جواهرات ملی نگهداری میشه.